چقدر طول میکشه تا با سریعترین فضاپیما به نقاط مختلف جهان رسید؟ سریعترین فضاپیما پارکر نام داره و با سرعت 692,000 کیلومتر بر ساعت در فضا حرکت میکنه. از زمین تا ماه 33 دقیقه طول میکشه. زمین تا خورشید 9 روز. زمین تا سیاره مشتری 35 روز. زمین تا زحل 72 روز. از زمین تا نزدیکترین ستاره بعد از خورشید 6530 سال. زمین تا ستونهای آفرینش 10 میلیون سال. زمین تا کهکشان آندرومدا 3.9 میلیارد سال. زمین تا کهکشان IC 1101 1.5 تریلیون سال. زمین تا دیوار هرکول 15.6 تریلیون سال. از زمین تا لبه جهان قابل مشاهده در صورت نبود انبساط کیهان 72 تریلیون سال طول میکشه. این ارقام به ما یادآوری میکنن که جهان چقدر وسعت داره که حتی با سریع ترین فضاپیما پیمودن فواصل کیهانی به سالها زمان نیاز داره.